سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه اومدم که امروز تیشرت مردونه رو بهتون آموزش بدم. ببینید بچه ها، من الان هم میخوام به شکل سایز بندی بازاری بهتون آموزش بدم، هم میخوام مثلا بهتون یاد بدم اگر برای شخصی دوزی میخواید، یعنی برای کسی که برای شخص خاصی میخواین این تیشرت رو بدوزین، بهتون یاد میدم که چجوری شما اندازه ها رو بگیرید. ببینید بچه ها، این جدول سایزی که اینجا میبینید از سایز اسمال، یعنی از سایز کوچیک داره تا 5x لارج. خب اگر میخواین که از این جدول سایز استفاده بکنین و تیشرتی برای کسی بدوزین، برای تولید که مشکل نداره، همجور طبق همین اندازه ها بدوزین و بفروشین. ولی اگر میخواین از همین جدول سایز استفاده کنین و برای کس خاصی بدوزین، بچه ها این تیشرت رو و اندازه های طرف رو ندارین. ببینید بچه ها، شما اگر میخواین برای شخص خاصی مد نظرتون رو و میخواین این تیشرت رو بدوزین، حتما باید یه اندازه ازش داشته باشه. اونم اینه که دور سینه طرف رو حداقل باید اندازش رو بگیرید. اگر خودش هم نیست که اندازش رو بگیرید، بچه ها روی پیراهنش، خب یعنی یه دونه تیشرتش رو بذارید جلوتون، متر رو بذارید دور تا دور از این زیر بغل مثلا تا اون یکی زیر بغل، دور تا دور لباس رو اندازه بزنید. این میشه چی؟ دور سینه. خب اگر هم میخواین که شخص رو خودش رو اندازه بزنید، ببینید بچه ها، من یه دونه عروسک دارم، میخوام از روی همین بهتون یاد بدم. فقط ببخشید این عروسک ما بیادبه و لباس نداره. اینم به زور پیدا کردم بچه ها تا بتونم بهتون اندازه‌گیری رو یاد بدم. فقط دیگه ببخشید دیگه باید برای اینم لباس بدوزیم. ببینید بچه ها، اگر میخواین که کسی رو مثلا اندازه گیری بکنید، ببینید اینم بهتون بگم، اکثر آقایون بچه ها شکم دارن. خب اگر شما برای کسی میخواید تیشرت بدوزی که شکم داره، به جای اینکه دور تا دور سینه‌شو اندازه بزنی، بیاید دور تا دور شکمش رو اندازه بزنید و به جای این دور سینه که توی این جدول هست استفاده بکنید بچه ها. خب ببینید متر رو به این صورت دور تا دور شکم آقایون به این صورت بگیرید. خب و بچه ها به این شکل شما اندازش رو بگیرید و موقعی که میخواید اندازه بزنید 2 تا انگشتتون حتما زیر متر باشه بچه ها، به این صورت. حالا من این عروسکم انقدر کوچولوه که سخته. به این صورت ببینید 2 تا انگشتتون باید دور تا زیر همین متر باشه. ولی اگر کسی شکم نداره، میتونید دور تا دور سینه‌ش رو به این صورت اندازه بزنید. خب بعد دوباره 2 تا انگشتتون زیر همین متر باشه. پس موقع اندازه گیری اگر میخوایم برای شخص خاصی بدوزین، ببینید دور سینه‌ش بزرگه یا دور شکم یا دور باسنش. بچه ها بعضی از آقایون باسن هم دارن، هر کدوم که بزرگتره اونو اندازه بزنید و اینجا توی جدول سایز ببینید به کدوم عدد نزدیک اون، مثلا اون دور سینه یا دور شکمش به کدوم نزدیک همون سایز انتخاب بکنید و بکشید. ولی اگر میخواید که کل این سایزها رو مثلا از خود فرد بگیرید، اندازه گیریشو من بهتون توضیح بدم. ببینید یه دونه دور سینه است که بهتون گفتم، متر دور سینه یا دور شکم یا دور باسن، هر کدوم که بزرگتره همون رو اندازه بزنید. بعدش قد آستین هست بچه ها. اگر میخواید آستینتون قدش بلند باشه که متر رو بذارید. ببینید اینجا سرشونه آقایون، و اگر میخواید که تیشرت باشه بگید تا کجا دوست داره قدش باشه، یا اگر آستین کامل میخواد تا هر جایی که دلش میخواد شما اندازه بزنید. این از قد آستین که اینجا توی جدول هست. یه دونه قد تیشرت هستش بچه ها. برای قد تیشرت هم شما میتونید متر رو بذارید روی سرشونه و تا هر جایی که میخوان براشون اندازه بزنید، میشه قد تیشرتشون. دور بازو هم بچه ها متر رو به این صورت حالت هفتی شکل بچه ها میتونید بگیرید. این برای کسایی هست که دور بازوی آزاد میخوان، ولی برای بعضی که میخوان دور بازوشون جذب بشه همجوری متر رو بگیرید دور بازوشون و به این صورت اندازه بزنید. و یه دونه سرشانه سرتاسری تو جدول هستش بچه ها که این رو هم میتونید به این صورت بچه ها از قسمت پشت، بچه ها همه این اندازه ها رو شما میتونید روی پیراهن طرف، روی تیشرت طرف هم اندازه بزنید. خب سرشانه سرتاسری هم میتونید متر رو به این صورت قرار بدید روی این سمت سرشونه تا این قسمت سرشونه رو اندازه بزنید.
به همین راحتی بچه ها. این بیادب خانم بره اونور، آبرومون رفت. خب اندازه ها رو که بهتون آموزش دادم، این هم اگر خواستین گفتم اگرم می‌خواستین که مثلا از این جدول استفاده کنید، دوره شکم، دوره باسن، هر کدوم که می‌خواین اندازه بزنید، ببینید به کدوم سایز نزدیکه، همون سایز رو انتخاب کنید و بقیه اندازه ها رو از جدول استفاده کنید. بریم برای کشیدن الگوی این مدل تیشرت مردانه. بچه برای الگو کشی من کاملا میخوام که از این جدول سایز استفاده بکنم. اولین کاری که میکنم بچه ها، میام یه دونه خط میکشم به اندازه قد تیشرتم. خب حالا شما سایز رو پیدا کردی، مثلا طبق دور سینه آقاتون مثلا میخواین که 2x لارج رو بکشید. خب 2x لارج، حالا میخوای الگوشو بکشی، بیا اول قد تیشرت رو نگاه کن، 74 سانتی متر است. پس یه خط میکشم به اندازه قد تیشرتم بچه ها، به این صورت. پس از این نقطه تا این نقطه میشه چی؟ قد تیشرت من. خب حالا میام بچه ها، من این نقاط رو بچه شماره گذاری میکنم که شما مثلا متوجه بشین توی جزوه‌تونم که میخواین این الگو رو بکشید، بچه شماره گذاری کنید راحت ترید. پس من این قسمت رو میذارم نقطه 1 و اینجا رو میذارم نقطه 2. خب پس از نقطه 1 تا 2 شد چی؟ قد تیشرتم. حالا میام از نقطه 1 به اندازه 1/4 دور سینه، یعنی دور سینه من هر کدومو که میخوام تقسیم بر 4 میکنم، منهای 1 یا 0، اصلا هیچی کم نکنید. اگرم خواستید 1 سانتی متر کم کنید. پس از نقطه 1 به اندازه 1/4 دور سینه منهای 1 سانتی متر من میام پایین و بچه ها علامت میزنم. این نقطه رو اسمش رو میذارم 3. پس از 1 تا 3 شد 1/4 دور سینه منهای 1 سانتی متر. حتی منهای 1 هم میتونید نکنید بچه ها. خب پس از اینجا تا اینجا شد 1/4 دور سینه منهای 1. بعد حالا بچه ها از نقطه 1 به اندازه 1/2 سرشانه سرتاسری. خب مثلا سرشانه سرتاسری برای سایز 2x لارج 47 هستش، من تقسیم بر 2 میکنم 47 به اندازه 1/2 سرشانه سرتاسری از نقطه 1 به شکل گونیا شده بچه ها داخل میشم. حواستون باشه که این رو گونیا بکنید حتما. و این نقطه رو اسمشو میذارم 4. خب به این صورت. حالا میام از نقطه 3، خب از نقطه 3 به اندازه 1/4 دور سینه. خب بچه ها از نقطه 3 به اندازه 1/4 دور سینه که اینجا دور سینم هست دیگه، 1/4 رو پیدا میکنم و داخل میشم بچه ها به شکل گونیا. خب از گونیام یعنی این قسمت خط کشم باید روی این خطم مماس باشه بچه ها. خب گونیا شده از نقطه 3 به اندازه 1/4 دور سینه من به این صورت خارج میشم و علامت میزنم. اینجا اسمش رو میذارم نقطه 5. پس 3 تا 5 شد چی؟ 1/4 دور سینه. خب حالا بچه ها من میام چیکار میکنم؟ میام به همین مقدار که از 3 تا 5 رفته بودم از 2 هم به همین شکل خارج میشم، گونیا شده. خب و این نقطه 5 رو به این قسمت گونیا شده به این شکل بچه ها وصل میکنم. و این نقطه تقاطع رو من اسمش رو میذارم عدد نقطه 6 بچه ها. این قسمت رو اسمش رو میذارم نقطه 6. بعد میام بچه این نقطه 4 رو میبینید مستقیم گونیا شده وصلش میکنم به این خط، به این صورت گونیا شده بچه. نقطه 4 رو من وصلش میکنم اینجا و این نقطه رو میذارم اسمشو نقطه 7. خب حالا بچه ها از این نقطه 4 حدودا 3 سانتی متر میام پایین و یه علامت میزنم. خب به این صورت. پس از نقطه 4 3 سانتی متر اومدم پایین و یه علامت این قسمت زدم. حالا میام بچه ها از نقطه 1 به اندازه 1/5 دور گردن.
بچه اگر فرد رو اندازه گرفتین دور تا دور گردنش رو هم اندازه بزنید و به اندازه 1/5 دور گردنش داخل بشید. اگر ندارین از جدول سایز استفاده میکنید بچه ها، از نقطه 1 به اندازه 1/20 دور سینه به اضافه 2 سانتیمتر داخل میشید. پس از نقطه 1 به اندازه 1/20 دور سینه به اضافه 2. ولی اگر شخص رو اندازه گیری کردیم به اندازه 1/5 دور گردن داخل بشید. به این صورت بچه این قسمت گفتم به اندازه 1/4 دور سینه از نقطه 3 تا 5 رفتید. خب اگر داره شخصی دوزی میکنیم به اندازه 1/4 دور سینه یا شکم یا باسن، هر کدوم که بزرگتره همون مقدار شما داخل بشید. این برای شخصی دوزا. پس از نقطه 1 به این صورت از نقطه 1 به اندازه 1/5 دور گردن، یا اگر از جدول دارین استفاده میکنین بچه ها به اندازه 1/20 دور سینه به اضافه 2 سانتیمتر داخل میشین و علامت میزنید. بعد از نقطه 1 یه دونه 2 سانتیمتر میایم پایین و علامت میزنیم بچه ها به این صورت و میایم هلال یقه پشت رو به این صورت طراحی میکنیم. بعد میایم از نقطه 1 به اندازه 1/4 دور گردن یا 1/20 دور گردن به اضافه 3 تا 4 سانتیمتر داخل میشیم، یعنی از نقطه 1 میایم پایین علامت میزنیم و این رو به این صورت هلال یقه جلو رو هم به این شکل طراحی میکنیم. حالا بچه این نقطه رو مثلا من اسمش رو میذارم نقطه 10، نمیدونم تا کجا پیش رفتم. خب این نقطه اینجا رو میذارم اسمش رو 10. حالا این 10 رو میام به این 3 سانتی که اومده بودم پایین علامت زده بودم وصل میکنم به عنوان سرشانه و بچه ها از این نقطه میتونم 1 سانتیمتر هم حتی خارج بشم و بچه ها از این نقطه 1 سانتیمتر خارج شدم و این خط سرشانم رو امتداد دادم، ادامه دادم. حالا میام بچه ها از این نقطه که سرشانه رو کشیدم از اینجا تا اینجا، از اینجا تا نقطه 7 رو من بچه ها گم کردم تا عدد چند رفته بودم. حالا اینجا رو مثلا اسمش رو میذارم 11. این نقطه تقاطع رو اینجا رو اسمش رو میذارم 11. از 11 تا 7 رو خب بچه ها تقسیم بر 2 میکنم، از اینجا تا اینجا رو تقسیم بر 2 میکنم علامت میزنم. بعد میام این 1 سانتی که از اینجا به خارج شده بودم و وصل میکنم به این قسمت و از اینجا تا نقطه 5 رو هم هلال حلقه لباسم رو به این صورت بچه ها طراحی میکنم. این از آستین من. بچه ها اگر میخواین که تیشرتتون یک مقدار جذب هم باشه بچه ها آزادی ها هم توی شخصی دوزی ها آزادی بدید. این از طریق جدول، توی این جدول آزادی ها هستش. خب 1 تا 2 سانتیمتر آزادی داره، ولی شما اگر دارین با اندازه شخصیتون مثلا میکشین این دور سینه 1/2 دور سینه یا شکم یا باسن هر کدوم که بزرگتره به اضافه 2 سانتیمتر بکنید داخل بشید. و اینکه اگر میخواید که تیشرتتون یه مقدار جذب باشه بچه از این انتها 1 سانتیمتر 1 تا 2 سانتیمتر داخل بشید علامت بزنید و این رو به زیر حلقه لباس به این صورت صفرش بکنید. بچه ها این از قسمت الگوی تیشرت ما. خب که قسمت پشت و جلو کاملا یکیه، فقط توی حلقه گردن با هم دیگه فرق دارن. برای کشیدن الگوی آستین هم بچه ها الگوی آستین تیشرت ما اول میایم یه دونه خط صاف به اندازه قد آستین، بچه ها توی جدول قد آستین رو زده برای تیشرت هستش، ولی اگر شما برای شخصی دوزی میخواین این کارو بکنید همونطور که بهتون یاد دادم اندازه بزنید. پس به اندازه یه خط میکشم به اندازه قد آستین تیشرتم. اینجا نقطه آ میذارم، اینجا نقطه بی میذارم. خب حالا بچه ها میام از این نقطه آ به اندازه بچه ها نگاه کنید از این نقطه 11 هست این هلال آستین من. خب از اینجا تا به اینجا. خب از نقطه 11 تا 7 رو اندازه میزنم، نقطه 11 تا 7 رو اندازه میزنم، نصفش رو از نقطه آ میام پایین. پس چی شد؟ از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنم به اندازه نصفش هر چقدر که شد. مثلا اگر شده مثلا شده 16، من از اینجا تا اینجا شده 16، من نصفش رو از اینجا میام پایین یعنی 8 سانت میام پایین و ببینید از نقطه آ به اندازه 1/2 این نقطه میام پایین و علامت میزنم و این رو به این شکل گونیا شده بچه ها میکشم به این صورت. خب بعد میام چی کار میکنم بچه ها؟ بعدش میام از این قسمت که اینجا رو اسمشو میذارم نقطه C. خب بعد چی کار میکنم؟
بعدش میام بچه ها حلقه آستینم رو با متر ایستاده اندازه میزنم. به این صورت با متر ایستاده حلقه آستینم رو اندازه میزنم. خب هر چقدر که شد منهای 1 سانتی متر میکنم. مثلا بچه ها نگاه کنید، برای من اینجا حلقه آستینم مثلا 5 هستش، منهای 1 میکنم میشه 4. خب شما باید مترتون رو، گوشه متر رو بذارید روی نقطه آ و انقدر این متر رو بالا پایین بکنه که این عدد 4 مثلا بیفته روی این خطی که کشیده بودیم. فهمیدید بچه ها؟ پس با متر ایستاده این حلقه آستین رو اندازه میزنید، منهای 1 سانتی متر میکنید. متر رو میذاری گوشه نقطه آ و انقدر، ببینید انقدر مثلا این خط کشم رو، اون صفرش رو میذارم اینجا، انقدر بالا پایین میکنم تا عدد 4 بیفته روی این خطی که کشیده بودم. علامت میزنم و این رو به این صورت با خط صاف وصلش میکنم به این قسمت. حالا بچه ها از اینجا تا اینجا رو تقسیم بر 4 میکنم، یعنی به 4 تا قسمت، 4 تا قسمت مساوی تقسیم میکنم. از این اولیه 1.5 سانت میرم بالا، از دومیه 1 سانت میرم بالا. خب بعد اینها رو به این صورت هلال وصلش میکنم به این سومیه 0 و از اینجا تا اینجا بچه صاف میاد. دیدین بچه ها؟ این از هلالش. بعد از نقطه B به اندازه 1/2 دور بازو. اگر از جدول استفاده میکنی 1/2 دور همین بازو. اگر برای شخصی دوزی به دور بازوتون 2 سانتی متر اضافه آزادی بدید. اگر هم جذب میخوای که 1 سانتی متر آزادی بدید. پس از این نقطه B به اندازه 1/2 دور بازو داخل میشم و اینجا رو به این صورت وصلش میکنم به زیر حلقه آستین. این هم از الگوی آستین ما و این هم از تیشرتمون. بچه ها اگر شما میخواین که دور تا دور این کار رو، بچه ها برای این تیشرت ها بهتره که از پارچه های تریکو کشی استفاده بکنید و تا سایز X لارج بچه ها 1 قد پارچه کافی هستش تا سایز X لارج و اگر از X لارج به بالاتر هستش سایز تیشرتتون، به 1 قد هم آستین باید براش پارچه اضافه تر بخری. 1 قد یعنی متر رو میذاری گوشه سرشونه تا انتهای تیشرت هر چقدر که بود شما باید پارچه تهیه بکنید تا سایز X لارج بچه ها، یعنی تا دور سینه 104. از دور سینه 104 به بالا باید 1 قد هم آستین تهیه بکنید بچه ها. و اینکه بهتر از پارچه های تریکو و کشی استفاده بکنید و اگر میخواید یقه شکاری کنید که همینه بچه ها، یقه شکاریتون رو روی همین باید پیاده بکنید. اگر نه مثلا میخواید که از خود پارچه نوار اوریب بدوزید، برای این قسمت یقه دور تا دور یقه میتونید 1 سانتی متر از هر طرف گشاد بکنید، یا هم اگر میخواید که مثلا کشباف بدوزید به دور تا دور، به اندازه پهنای کشبافتتون باید شما یقه رو گشاد کنید. خب مثلا اگر پهنای کشبافتتون 2 سانتی متر هستش، شما 2 سانت از یقه پشت میاد پایین، 2 سانت از یقه جلو میاد پایین، 2 سانت از سرشونه داخل میشید و به این صورت ببینید من با نقطه چین میکشم که قسمت یقه جدیدمون رو هم طراحی کردم. ببینید اگر بچه ها میخواین که کشباف بزنید، باید به اندازه پهنای کشبافتی که میخواین دور یقتون بدوزین از یقتون کم کنید به این صورت. ولی اگر میخواید که نوار اوریب بدوزید از خود پارچه کشیتون، بهتره که 1 سانتی متر کم بکنید، یا حتی میتونید کم هم نکنید بچه ها، کاملا کیپ باشه یقه. خب این هم از این بچه ها. من انشالله دوخت تیشرت رو هم براتون به صورت 0 تا 100 آماده میکنم. بچه ها همونطور که بهتون گفتم این سایز بندی هست، شما خیلی راحت میتونید هم برای شخصی دوزی استفاده بکنید. بهتون یاد دادم چجوری اندازه بگیرید، چجوری از طریق همین جدول بفهمید که سایزتون چنده و اینکه بچه ها میتونید به راحتی با این الگوها، با این جدول سایز به صورت سایز بندی تیشرتاتون رو بدوزین و بفروشین. فقط بهتره که همونطور که گفتم از پارچه های تریکو استفاده بکنید. بچه من تلاشمو کردم به بهترین شکل و آسون ترین روش بتونم تمام نکات رو بهتون بگم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه ها اومدم آموزش دوخت تیشرت مردونه رو بهتون یاد بدم، بهتون آموزش بدم. ببینید بچه ها
تیشرت مردونه، خب اونایی که تو دوره کودک مشارکت کردن که دیگه میدونن دیگه چجوری دوخ بزنن. اونایی هم که شرکت نکردن، ببینید تیشرت مردونه خیلی راحته. خب من به شکل سایز بندی بازاری بچه الگو و برشش رو بهتون آموزش دادم، توی کانال به شکل رایگان براتون گذاشتم. حتما اول اونو نگاه بکنید و اینکه بچه ها طبق همون الگو، طبق همون جدول سایز و یا گفتم که اگر میخوایم برای شخصی دوزی کار بکنید، یعنی برای شخص خاصی مد نظرتونه شما میخوایم براش تیشرت بدوزید، طبق اندازه شخصی که اندازه گیری کردید طبق همون اندازه الگو رو بکشید آماده کنید. ببینید بچه ها من الگو هامو آماده کردم، این الگوی پشتم هستش، این من یعنی برش زدم پارچه هام رو و این هم قسمت جلوی الگوی من هستش و این بچه ها آستین من هستش. دقت کنید. خب بچه ها همونطور که بهتون یاد دادم من کشیدم الگوها رو و این که بچه ها بهتون گفتم اگر میخواین که کشباف توی قسمت یقه کار بکنید به اندازه میزانی که مثلا میزانی که میخواین پهنای کشبافتتون باشه از قسمت یقه کم بکنید. من توی هم بهتون یاد دادم بچه ها توی تیشرت مردانه گفتم که 2 سانت از قسمت سرشانه و 2 سانت از این قسمت مثلا میخوام که پهنای کشبافتم 2 سانتی باشه. خب برای قسمت پشت 2 سانت از این قسمت و 2 سانت از اینجا من کم کردم. برای قسمت جلو هم همینطور از سرشانه 2 سانت کم کردم و از قسمت یقه 2 سانت بازتر گرفتم و هلالم رو طراحی کردم بچه ها. و من بچه ها هم قسمت الگوی جلو و هم قسمت الگوی پشت رو دلای بسته بارش دادم. ببینید این قسمت تیشرت رو حتما باید بچه ها هم برای قسمت جلو هم قسمت پشت شما روی دلای بسته پارچه برش بزنید. آستین رو هم که من روی 4 لایه بسته برش زدم بچه ها نگاه کنید، وقتی باز میکنم 2 تا دونه به من آستین تیشرت میده به این شکل. برای دوختش بچه من کشبافتم خریدم که فقط میخوام توی قسمت یقه کشباف کار کنم. بچه این کشبافتا رو میبینید اینها توی خرازی ها میفروشن بچه ها به این صورت. شما هر چه مقداری که بخواین براتون میبرن و میدن. اسمش هم کش بافت هستش. بچه ها برای تیشرتی کلا برای تیشرتی از این کش بافتای از اینایی بگیرید که ریزش یعنی ریز بافت هستن، بافتش ریز هستش. بعضیا هستن بافتشون درشته اصلا قشنگ نیستن اونا بچه ها، من خوشم نمیاد و برای تیشرت قشنگ نمیشن. پس دقت بکنید بگید کش بافتی میخواین که بافتش ریز باشه به این صورت و نگاه کنید بچه ها وقتی میکشی به این صورت باز میشه این کشباف. حالا اینو بذاریم کنار، من دوخت این رو بهتون بگم. بچه ها برای دوخت نگاه کنید، شما اول پشت دوره پارچه رو تشخیص بدید به این صورت. الان این داخل پشت پارچه من هستش. خب به این صورت اول من قسمت پشت کار رو، این الگوی پشتم هستش، اینجوری پهنش میکنم به شکلی که بچه ها پشت روی پارچه به سمت خودم هستش. دقت کنید جوری پارچه رو میندازم که پشت روی پارچم به سمت خودم باشه به این شکل. خب حالا میام قسمت جلوی تیشرتم رو خب باز میکنم جوری که روی پارچه به سمت رو باشه، یعنی رو به سمت رو، این که رو هست به سمت خودمه، اینم روی پارچم هست به سمت رو قرار میدم به این شکل. بچه ها همیشه موقع دوخت روی پارچه رو به سمت رو قرار بدین. به این صورت من روی پارچه رو به سمت رو قرار میدم. بچه ها بعدش میام قسمت های سرشونه رو دقیقا روی همدیگه قرار میدم به این شکل. سرشونه ها رو دقیقا روی همدیگه قرار میدم و با سوزن فیکسش میکنم. بچه ها حتما قبل از اینکه ببرید زیر چرخ شما با این سوزن های تگرد ببینید قشنگ به این صورت فیکسش کنید، به سوزن بزنید که موقعی که داری میبری زیر چرخ تکون نخوره، دوخت صافی داشته باشی. بچه ها به این صورت با سوزن تگر شما سرشونه ها رو به هم دیگه وصل کنید. بچه ها من این سمتم وصل میکنم. بچه ها قبل از اینکه هر دوختی رو، هر درز دوختی رو شما میخوای ببری زیر چرخ، قبل از اینکه ببری باید
با سوزن فیکسش کنید. اینجوری خیلی کارتون تمیزتر در میاد بچه‌ها. و اینکه این تکه‌های پارچه‌ای که روی هم میذاری میخوای بدوزی زیر چرخ تکون نمیخوره. این از سرشونه ها بچه‌ها. قسمت پهلوها رو ببینید زیر بغل رو به این شکل من روی همدیگه قرار میدم و تا انتها بچه‌ها من با سوزن فیکسش میکنم. ببینید تا انتها شما این کار رو بکنید. ببینید قشنگ هر 5-6 سانتی یه دونه بزنید. این قسمت هم همینطور. بعدش بچه‌ها بعد از اینکه با سوزن فیکس کردید اولین کاری که میکنیم یه سرشونه ها رو با درز دوخت 1 سانتیمتری دوخت میزنید. ببینید به این شکل سرشونه ها رو با درز جای دوخت 1 سانتی دوخت بزنید و بعدش پهلوها رو با فاصله 1 سانتیمتر تا انتها دوخت بزنید بچه‌ها به این شکل. خب این از قسمت بدنه یعنی تنه تیشرتمون اول بدوزید با راسته و بعد هم بچه ها حتما سردوز بزنید. برای قسمت آستین هم بچه ها شما بیاید به این شکل نگاه کنید. این پشت آستین من هستش، پشت پارچه هستش. خب اینجوری همیشه برای دوخت گفتم که رو به سمت رو قرار میدید. یعنی الان این قسمت پشت روی پارچه من هست، رو به سمت رو قرار میدم به این صورت بچه ها. خب و درز زیر بغلش رو سوزن میزنم. ببینید به این صورت و با فاصله 1 سانتیمتر بچه ها من این درز زیر بغل رو میدوزم. خب میدوزم و سردوز میزنم. بعد از اینکه دوختیم بچه ها میتونید این قسمت پایین آستین رو میبینید، این قسمت پایین آستین رو سردوز بزنید و 1 تا 1.5 سانتیمتر تا کنید به سمت بالا و دوخت بزنید. یا میتونید این کار رو بکنید و یا اگر میخواین که کشباف بزنید بچه ها مقدار کشبافت رو از قد آستینتون کم کنید و کشباف بدوزید. من نمیخوام که توی قسمت آستینم کشباف کار کنم، فقط میخوام برای قسمت یقه کار کنم. پس ببینید به این صورت بچه ها من اول ببینید رو به سمت رو قرار دادم. این تاج آستین من هست، این زیر بغل هستش. این قسمت رو با سوزن فیکس کردم و با فاصله 1 سانتیمتر میدوزم و سردوز میکنم و بعدش این قسمت پایین رو سردوز میکنم و 1.5 سانتیمتر 1 تا 1.5 میدم به سمت بالا و 2 تا دوخت میرم. بچه ها اگر خواستین 2 تا دوخت برین، مثلا من چرخ میان دوز ندارم، خب پس میتونم که 2 تا دوخت کنار هم دیگه برم. اگر میتونید دوست داشته باشین یه دونه دوخت هم میتونید برید. پس این یکی آستینم به همین شکل آماده میکنم. قسمت سرشونه ها رو میدوزم، پهلوها رو تا انتها میدوزم و بچه ها قسمت پایین لباس رو هم به همین شکل مثل پایین آستین که بهتون یاد دادم اول سردوز بزنید، بعد 2 سانتیمتر بچه ها 2 تا 2.5 سانتیمتر برای قسمت پایین به این شکل تا بکنید به سمت داخل و دوخت بزنید دور تا دور. اینها رو به این صورت آماده کنید و من برم اینها رو بدوزم بیام بهتون نشون بدم. بچه ها دقت کنید نگاه کنید من این قسمت پهلوها رو دوختم، این قسمت سرشونه ها رو هم دوختم و هم بچه ها سردوز زدم به این صورت. خب پهلوها رو به همین شکل وقت نگاه کنید بچه قسمت پایین کار رو هم من یه دور اول سردوز زدم و بعد تا کردم به سمت داخل و یه دور دوخت زدم. آستین ها رو هم بچه ها به این صورت من آماده کردم. اول پهلوهاشو دوختم، ببینید به این صورت دوختم و سردوز زدم و دوباره این قسمت پایین آستین رو سردوز زدم و برگردوندم یه دور دوخت زدم. بچه ها میتونید دوخت دومم بزنید و اینکه بچه ها حتما یه اتو خوب بزنید تا این قسمت هاش صاف وایسه. خب و اینجوری لول نشه، چون تریکوهای نازک یه حالت یه جوری هستن که لول میشن. خب شما یه اتو بزنید که اوکی میشه. این از قسمت آستین ها و ببین پایینش هم من دوختم آماده کردم. این هم از قسمت پایین لباسم. میخوام که آستین رو وصلش کنم بچه به تنه. واسه وصل آستین به تنه بچه ها نگاه کنید این پشت پارچه پشت پیرن هستش دیگه، این درز دختاره میبینید که به سمت خودم هست. من آستین ها رو هم برگردوندم به سمت روی کار. خب حالا بچه ها میام ببینید آستین رو به این صورت میگیرم تو دستم. خب
و این قسمت تاج آستین رو بچه‌ها یه چرت کوچیک میزنم که متوجه بشم موقع وصل آستین این قسمت باید بیفته روی سرشونه. میبینید برای جفت آستین ها همین کار رو میکنم. به این صورت آستین رو به این شکل قرار میدم. خب و تاج آستینش رو یه چرت کوچیک میزنم به این صورت. خب حالا بچه ها همونطور که میبینید این پیراهن به سمت پشت پارچه هستش و آستین من به سمت روی پارچه هستش. من آستین رو به این صورت نگاه کنید، به این شکل میبرم داخل تنه به این صورت. خب حالا درز زیر بغل آستین رو بچه ها قرار میدم روی درز زیر بغل پیراهن یا تیشرتمون به این صورت. خب قشنگ درز زیر بغل آستین باید روی درز لباس درز زیر بغل لباس قرار بگیره و اینجوری من با سوزن فیکسش میکنم. این سمت آستین رو هم بچه این قسمتی که من چرت زده بودم، میبینید این قسمتی که چرت زده بودم این رو دقیقا باید روی درز سرشونه قرار بدم بچه ها به این صورت و با سوزن فیکسش میکنم. خب و این رو به این شکل میکشم و زیر چرخ میبرم. بچه دور تا دور حتما شما چیز بزنید، سوزن بزنید. و اینکه بچه ها اگر دیدی مثلا حدودا 2.5 سانتی متر این آستین از تنه بزرگتر شد چون تریکو هستش و کش میاد، بچه شما با کشیدن این میتونید آستین رو قشنگ جا بندازید توی حلقه لباس. برای این سمت آستین هم به همین شکل بچه ها به این صورت قرار میدیم، سوزن میزنیم، دور تا دور میبریم، اول یه دور میدوزیم و بعد سردوز میکنیم. بچه ها این به این شکل من آستین ها رو آماده میکنم و میام. به این صورت نگاه کنید بچه ها، من آستین رو وصل کردم، دوختم و یه دور هم سردوز کردم. حالا اینو برش میگردونم، دو طرف آستین رو به همین شکل بچه ها من آماده کردم. اینو برمیگردونم به سمت رو به این صورت. بچه ها نگاه کنید. دوربینم داشت میافتاد. خب بچه ها نگاه کنید به این صورت. خب آستین آماده شده، تیشرت ما کاملا دیگه آماده است، فقط یه اتو میخواد. بچه ها برای قسمت یقه چی کار میکنیم؟ من میخوام که کشباف بدوزم. بچه اگر شما کشباف در دسترستون نیست میتونید چیزم بکنید، چیه از اوریب پارچه که استفاده کردین میتونید استفاده بکنید و برای قسمت دور یقه بدوزید. بچه ها نگاه کنید، من میام بعد از اینکه تمام شد کارم به این مرحله رسید، بچه ها میام با متر ایستاده به این صورت نگاه کنید، به این صورت دور تا دور یقه رو من اندازه میزنم با متر ایستاده به این شکل. ببینید الان تا به اینجا 33. برای قسمت پشت من چون اتو نزدم بچه صاف وای نمیسه، حتما یه اتو بزنید شما. برای قسمت جلو که 33 بود، برای قسمت پشت 22 با 33 میشه چقدر بچه ها؟ 55. بچه ها میشه دور تا دور یقه شد 55. حالا من میخوام بیام روی این کشبافت این رو در بیارم و اینکه بچه ها من میخوام که 2 سانتی باشه مقدار کشبافتم روی یقه. خب من میام اول 55 رو بستگی داره بچه ها نگاه کنید کشبافت من به این صورت هستش، من منهای 2 تا 3 سانتی متر میکنم. 55 میشه هم 52 بگیریم، بعد مثلا 3 سانتی متر من کم کردم از دور تا دور یقه میشه 52 رو من تقسیم بر 2 میکنم میشه بچه ها 21 نه ببخشید 26 سانتی متر بچه ها. بعد دقت کنید کشبافت من این قسمتش دولای بسته هستش، از روی دولای بسته کشبافت من 26 سانتی متر داخل میشم
26 میشه بچه ها. آره 26 میشه. حالا امیدوارم که اشتباه نکنم چون ماشین حساب در دسترسم نیست و مغزم به کل هنگ کرده. خب بچه حالا 26 سانتی متر من علامت میزنم خب از این قسمت و اینکه بچه 1 سانتی متر هم میتونید جای دوخت بدید و اگر کش بافتتون خیلی کش میاد نیازی نیست که این کار رو بکنید. حالا نیم سانت جای دوخت میذارم خب میشه 26 و نیم. و اینکه بچه اول من این قسمت بالای کش بافتم رو صاف بکنم با یه خط بکشم صاف بشه با این صابون به این صورت. خب حالا بچه هاش من 4 سانتی متر میام پایین از این قسمتی که علامت زده بودم خب به این شکل از این قسمتم 4 سانت میام پایین علامت میزنم خب و به این صورت اینها رو به هم دیگه وصلش میکنم بچه ها. ببینید میتونید بچه ها از هر طرف نیم سانتی متر هم جای دوخت در نظر بگیرید به این صورت. خب بچه این رو من برش میدم و از این قسمت یه دونه نیم سانتی متر جا میذارم و دوخت میزنم به این شکل برش زدم. بچه ببینید این قسمت که دلای بسته هستش این قسمت هم که باز هستش من این رو به این شکل با نیم سانتی متر جای دوخت میزنم. یه چند تا دوخت رفت و برگشتی بزنید که محکم بشه به این صورت. بچه ببینید من این قسمت رو دوخت زدم. حالا بچه به این شکل اینو ببینید به این شکل صافش میکنم. این قسمتی که ببین اینجا که درس هست این قسمت رو هم از داخل با صابون علامت میزنم به این شکل. خب برای قسمت یقه هم بچه قسمت پشت رو به این صورت میگیرم تو دستم خب تا میکنم سرشونه رو روی سرشونه قرار میدم و دقیقا وسط یقه رو علامت میزنم ببینید به این صورت. برای قسمت جلو هم همین کار میکنم بچه به این صورت چون این خودش خط وسط داره. باز امتحان کنم چک کنم که اشتباه نشه. ببینید فقط بچه ها یقه رو به هیچ عنوان نکشید. ببینید الان درسته. خب این از وسط یقه پشت این هم از وسط یقه جلو که علامت زدم این رو هم به این شکل دوختم. حالا بچه ببینید این درز وسط رو بازش میکنم اینجوری قرار میدم روی هم دیگه به این صورت بچه ها تا میکنم. خب حالا بچه ها این درز وسط رو میبینید این قسمت رو این درز رو بچه ها به این صورت هست که دوخت زدم به این شکل تا میکنم. خب میذارم بچه ها روی این قسمت به این صورت این وسط یقه پشت به این شکل قرارش میدم دقیقا روی همون و با سوزن فیکسش میکنم به این صورت. خب این وسطی که این ورم مشخص کرده بودم من به این صورت تا میکنم خب و دقیقا روی وسط یقه جلو قرار میدم که علامت زده بودم و با سوزن فیکسش میکنم به این صورت. حالا بچه ها این کش بافت رو دور تا دور یقه شما به این صورت باید تا بزنید بکشید تا اندازه بچه ها یقه رو نکشید کش بافت باید کشیده بشه به این شکل دور تا دور یقه دوخ بزنید و این رو به این شکل دوخ میزنید و یه دور سردوز میکنید. ببینید بچه ها به این صورت من یقه رو وصلش کردم و بعد اول یه دور دوخت زدم و بعد سردوز زدم. بعد از اینکه سردوز زدم برگردوندم یه دور هم دوخته نیشه از رو زدم بچه ها که این دیگه کاملا فیکس بشه و بر نگرده این اضافه درزه به این صورت. بچه ها به این شکل تموم شد. فقط اینکه بچه ها من کشبافتی که بریده بودم یه مقدار نازک شد مجبور شدم یه کشبافت دیگه ببرم چون دقت کرده باشین من همون 4 سانتو علامت زدم برش زدم نمیخواستم جای دوخت بدم فکر کردم میذاره پهن میشه. خب چون اینو دارم برای کسی میدوزم که بهم گفته بود به هیچ عنوان یقش پهن نشه. خب
ولی دیدم خیلی نازک میشه، برای همین یکسان جای دوخت دادم. شما هم حتما یکسان جای دوخت رو به کش بافتتون بدید و بعد برش بزنید. بعد بچه‌ها و اینکه یه نکته دیگه، موقع دوخت به هیچ عنوان لباس رو نکشید، فقط این کش بافت رو بکشید. و اینکه ببینید باید کش بافت از یقه کمتر، مثلا کوچیک‌تر باشه. اگر یه موقع برش زدین دیدین اندازه است، اینو ندوزید که یه مقدار کوچیک‌ترش بکنید، قیچی کنید، دوباره دوخت بزنید، چون اگر هم اندازه این باشه یقه وا میره. خب ما این کش بافت رو کوچیک‌تر میگیریم که موقع دوخت کش بافت رو بکشیم و بدوزیم و یقه رو اینجوری حالت جمع نگه داره، یقه وا نره، چون پارچه‌های تریکو وا میرن اگر یقه رو موقع دوخت دقت نکنی. پس به هیچ عنوان پارچه رو نکشید، فقط کش بافت رو بکشید که اندازه یقه بشه و دوخت بزنید. این از این بچه‌ها. تیشرت ما تموم شد بچه ها. به همین راحتی شما میتونید خیلی راحت سایز بندی بازاری بدوزین و بفروشین. و اینکه بچه ها هر مارکی که دلتون بخواد هم میتونید، توی خرازی ها هستش، چاپی هن، اتویی هست، هر مارکی که دلتون بخواد میتونید بگیرید و به لباساتون بزنید. و اینکه بچه ها خیلی ایده مثلا خوبیه واسه چون محرم هم نزدیک هسته، شما میتونید سایز بندی تیشرت پسرونه با پارچه مشکی بدوزین و بفروشین، خیلی راحت پول در بیارین. بچه ها اصلا کار خاصی نداره، خیلی راحت دوخته میشه. فقط اینکه دقت کنید بچه‌ها، برای تیشرتی بهتره که از پارچه‌های تریکو، جدون، ویسکوز یا هر چیزی که کشی باشه دیگه استفاده بکنید. این الگویی که من بهتون یاد دادم برای پارچه‌های کشی و تریکو هستش. از پارچه‌های نخی استفاده نکنید. میتونید استفاده بکنید ولی خب باید آزادی بدید بهش، چون اینها کش میاد. این هم از این بچه ها. اگر برای تولید شما دارین دوخت میزنید، خب این قسمت شما میتونید سایز و مارکتون رو به این شکل اینجا دوخت بزنید. اینم از این بچه ها. شما توی هر سایزی خیلی راحت به این شکل میتونید بدوزین و بفروشین. بچه ها من سعی کردم تمام نکات رو بهتون بگم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه. و اینکه این لباسی که من دوختم به هیچ عنوان هیچش اتو نخورده، باید ببرم اتو بزنم. همین دیگه بچه ها، امیدوارم که براتون مفید باشه.